به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جلسه 12 از شیمیایی رو در خدمتتون هستیم. این چند جلسه رو می‌خوایم بپردازیم به فصل 5 از کتاب موتیمر در مورد شیمی گرمایی یا ترموشیمی. از این مباحثی در مورد شیمی گرمایی یا ترموشیمی رو شما در دوران دبیرستان خوندید. ما سعی می‌کنیم یه جمع‌بندی از همون رو داشته باشیم. حالا این مواردی هم بود ان ما اضافه می‌کنیم و توضیح میدیم خدمتتون. باز هم مثل فصل‌های قبلی که از موتیمر توضیح دادم خدمتتون، سعی می‌کنم چندین سوال و یا نمونه سوال رو از پایان فصل حل کنم که ان شما برای پایان فصل دیگه مشکلی در این مورد در مورد حل کردن مسائل نداشته باشید. خب مطالعه گرمای همراه با انجام یک واکنش به وسیله فرآیندهای شیمیایی از فیزیک یا ترموشیمی شیمی گرمایی میگن. دما و گرما دو واژه متفاوت از همدیگه هستن. میدونید که دما گرمی و سردی جسم رو بیان میکنه، در صورتی که گرما نوعی انرژی است که به طور خود به خودی از جسمی در دمای بالاتر به جسمی در دمای پایینتر انتقال می‌یابد. پس گرما از جنس انرژی، اما دما از جنس انرژی نیست. خب اندازه‌گیری دما رو ببینید با مقیاس‌های مختلفی صورت می‌گیره. دما به وسیله مقیاس‌های قراردادی مثل سلسیوس، فارنهایت یا کلوین بیان میشه. میدونید که سلسیوس یا درجه سانتیگراد رایج‌ترین مقیاسیه که ما برای دما استفاده می‌کنیم. اما کلوین واحد رایج در SI هست و مورد قبول تمامی جهان به عنوان مقیاس دما. حالا معمولا توی فرمول‌ها هم که ما توی شیمی استفاده می‌کنیم تمام دماها رو با تی بزرگ همون دمای کلوین نشون میدیم، چون این پذیرفته شده از طریق تمامی حالا افراد هست. اما خب رایج‌ترین هم درجه سانتیگراده و فارنهایت هم که از این دو تای دیگه خب رواشش خیلی کمتر هست و معمولا برای حالا استرها زیاد استفاده میشه و یعنی استفاده خاص دیگه‌ای نداره. حالا طریقه تبدیل کردن درجه کلوین و فارنهایت رو به درجه سانتیگراد ما اینجا فرمولات رو براتون آوردیم. البته شما این تبدیل درجه کلوین درجه سانتیگراد رو خب خیلی قبلا خوندید که می‌دونید که درجه کلوین میشه درجه سانتیگراد به اضافه عدد 273. اما این خب کمتر بوده درجه فارنهایت درجه سانتیگراد یا عکسش. معمولا درجه سانتیگراد برابر است با 5/9 درجه فارنهایت منهای 32. خب هر دو رو به خاطر داشته باشید که برای تبدیل مقیاس‌ها بهشون نظر استفاده کنید. خب اندازه‌گیری گرما یا همون کیویی که ما می‌خوایم توی واکنش‌ها به دست بیاریم واحد جول هست که معمولا یه واحد SI یا پذیرفته شده هست که برای اندازه‌گیری‌های انرژی از جمله گرما استفاده میشه، چون گفتیم گرما هم از جنس انرژی هست. البته در گذشته واحد کالری هم استفاده میشد. یک کالری 4/184 جول هست. خب کالری چون واحد بزرگتری از جول بود معمولا توی گذشته زیاد از استفاده میکردن، اما الان توی متون علمی بیشتر همون جول و کیلوجول معمولا استفاده میشه. تبدیل این واحدها رو حتما بلد باشید. حالا تو هر مسئله ممکنه این تبدیل واحدها رو شما نیاز داشته باشید. خب ما مفهوم دیگه به نام ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی رو توی این مبحث گرما داریم. خب هر دو رو توضیح بدیم خدمتتون. اول در مورد ظرفیت گرمایی که مقدار گرمای لازم برای اینکه درجه حرارت توده‌ای از یک جسم، یعنی جرمش مشخص نیست، را 1 درجه سانتیگراد افزایش دهد که با تی بزرگم نشونش میدیم و واحد آن جول در درجه سانتیگراده. خب نگاه کنید این ظرفیت گرمایی یعنی مثلا ما میخوایم یه درجه سانتیگراد یه ماده‌ای یا یه ظرفی رو یه درجه سانتیگراد دماش افزایش بدیم، اما جرم اون ماده مشخص نیست. درسته؟ خب به اون میگن ظرفیت گرمایی، اون مثلا گرمایی که ما به اون حجم یا جرمی که از یه ماده میدیم. واحد فیزیک جول بر درجه سانتیگراد. حالا لطف کنید اینو مقایسه کنید با ظرفیت گرمایی ویژه. خب به ظرفیت گرمایی ویژه هم میگن چون خیلی طولانی میشه به گرمای ویژه هم میگن. خب این عبارت است از مقدار گرمای لازم برای اینکه درجه حرارت 1 گرم از جسم درجه سانتیگراد بالا ببره. اینجا اصلا گرمش مشخص نبود، اما این دقیقاً میگه 1 گرم از جسم رو 1 درجه سانتیگراد دماش رو بالا ببره. به اون گرما میگن. واحدش هم میشه جول بر گرم درجه سانتیگراد یا کیلوجول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد. البته این واحده که کیلوجول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد خب خیلی کم مورد استفاده قرار میگیره و
و بیشتر همون جول بر گرم درجه سانتیگراد استفاده میشه. خب یه نکته لطفا دقت داشته باشید، گرمایه‌ریزی تمامی مواد یک عدد ثابتیه. چرا؟ چون همشون برای 1 گرم از اون ماده استفاده میشه. مثلا گرمایه‌ریزی آب یه مقدار مشخصه، همون 4.84 هزارم جول هست، مثل 1 کالری هست برای آب. مثلا گرمایه‌ریزی فلزات یه عدد ثابت هست، اما ظرفیت گرمایی عدد ثابتی نیست. دلیلش هم اینه که شما برای مقدار مشخص جرم این کار رو انجام نمیدید. پس ظرفیت گرمایی‌ها همیشه متفاوت هست، شما نمیدید از چقدر از جرم استفاده میشه، اما ظرفیت گرمایی‌ریزی یک عدد ثابتیه برای هر مثلا جسمی، مثلا حالا برای آب، برای نقره، برای هر جنسی میتونیم بگیم ظرفیت گرمایی‌ریزی یک عدد ثابته، اما ظرفیت گرمایی متغیر هست. این واژه‌ها رو حتما به خاطر داشته باشید که توی تعبیر فرمول‌ها مورد استفاده قرار میگیره. خب بریم در مورد صحبت کنیم که ظرفیت گرمایی چطور میتونه ظرفیت گرمایی جوجه تبدیل بشه. خب ظرفیت گرمایی، اگر من ظرفیت گرمایی جوجه رو در جرم اون ماده ضرب کنم، خب همون ظرفیت گرمایی من به دست میاد. پس میتونم بگم ظرفیت گرمایی که با سی بزرگ نشون میدن برابر است با n سی کوچیک. سی کوچیک منظورم گرمایی جوجه است، n هم که منظورم جرمه، درسته؟ پس سی بزرگ و سی کوچیک رو راحت میتونیم به هم دیگه تبدیل کنیم، یا همون ظرفیت گرمایی میتونیم با ظرفیت گرمایی جوجه به هم دیگه تبدیل کنیم. یه مثال اینجا براتون آورده. گفته به عنوان مثال چون ظرفیت گرمایی جوجه آب 4.84 هزارم جول بر گرم درجه سانتیگراده، یعنی همون 1 کالریه، ظرفیت گرمایی 125 گرم آب چقدره؟ خب شما راحت میتونید بگید که ظرفیت گرمایی وابسته به جرمه، درسته؟ از جرم شما 125 دقیقا هم چیزی فرمول میذارید، ظرفیت گرمایی رو ندارید سی بزرگ، جرمتون که 125 گرمه، ظرفیت گرمایی جوجه آب را هم بهتون داده، جوابتون این مقدار مشخص میشه. خب این 523 چه منظورش هست؟ یعنی منظورش چی از این عدد 523 جول بر درجه سانتیگراد؟ گفته با توجه به محاسبات انجام شده، برای اینکه دمای 125 گرم آب رو بر روی درجه سانتیگراد ببریم بالا، ما 523 جول گرما نیاز داریم یا انرژی نیاز داریم، درسته؟ برای این مقدار گرم رو که درجه، تو مثال میزنیم که درجه بریم بالا، حالا از 24 بریم 25 به عنوان مثال اینکه درجه بریم بالا. حالا لطفاً به این نکته دقت کنید که اگه ما افزایش دمامون بیشتر به درجه بود، شما باید این عدد رو در اون تعداد درجه ضرب کنید. مثلا اگه من گفتم دمای 125 گرم از یه ماده رو من 3 درجه افزایش بدم، خب این برای 1 درجه شه. شما این عدد رو باید ضرب 3 کنید که برای گرمایی به دست بیاد که 3 درجه 125 گرم رو افزایش دما بده، درسته؟ پس این نکته رو حتما به خاطر داشته باشید که هم برای سی یا ظرفیت گرمایی و هم برای ظرفیت گرمایی جوجه شما توضیحاتی که میدید همش برای افزایش 1 درجه سانتیگراد هست. اگه بخواید افزایش درجه سانتیگراد بیشتر داشته باشید، هر عددی که برای سی و سی کوچیک به دست میاد رو شما باید در اون تعداد درجات ضرب کنید حتما. خب حالا برای اینکه ما کیو یا اون گرما رو به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ من رابطه رو براتون نوشتم به طور کلی معادله‌ریزی برای محاسبه گرما به کار می‌برم. کیو برابر است با سی دلتا تتا، درسته؟ سی ظرفیت گرما، یعنی اگه شما ظرفیت گرمایی رو داشته باشید راحت میتونید از این رابطه استفاده کنید و گرما رو به دست بیارید. دلتا تتا هم به اختلاف دما هست که حالا ما میتونیم توی واکنش داشته باشیم. البته دلتا تتا با دلتا تی هم میتونه نشون داده که تی بزرگ منظورم هست، یعنی درجه کلوین. چون تفاوت درجه سانتیگراد و درجه کلوین یکسان هست، شما میتونید به جای مثلا تفاوت دما بر اساس درجه سانتیگراد تفاوت دما بر اساس کلوین رو هم بذارید. حالا بعضی از فرمولا دلتا تی نوشته شده، گفتم این توضیح رو بدم که حالا متوجه باشید تفاوتی بین تفاوت دمای کلوین و درجه سلسیوس وجود نداره. خب حالا اگه من جای این سی بزرگ بذارم ام سی کوچیک، میتونم رابطه رو بر حسب ظرفیت گرمایی جوجه بنویسم. پس کیو برابر است با ام سی دلتا تتا، درسته؟ خب اگه پس من ظرفیت گرمایی جوجه رو داشتم باید از این رابطه استفاده کنم و اگه ظرفیت گرمایی داشتم از این رابطه. حالا ظرفیت گرمایی چند گرم آب 565 جول بر درجه سانتیگراد. حالا این سوال خیلی ساده گرم، خب ما حلش کنیم.
ظرفیت گرمایی چند گرم آب، یعنی چند گرم آب، یعنی M رو میخواد. درسته؟ ظرفیت گرمایی چند میخواده. خب ما راحت میتونیم از رابطه C برابر است با MC0 استفاده کنیم. چرا؟ چون اولا که من هیچ کیویی رو نداده که بخوام از رابطه کیو استفاده کنم، یعنی گرمایی رو به من نداده، فقط ظرفیت گرمایی رو داده و گرم رو ازم میخواد. خب ما از این رابطه خیلی راحت میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون که گفتم ظرفیت گرمایی جوزه هر ماده‌ای یه عدد ثابته و من میتونم از این جدول بخونمش. بنابراین الان مثلا گفته ظرفیت گرمایی 505 ام رو ازتون میخواد. خب اون ماده توی آب دیگه، ظرفیت گرمایی جوزه آب رو هم گفتیم 4.184 هزارم هست. پس راحت میتونیم ام رو از این رابطه به دست بیاریم. خب یه تمرین هم دادم. این تمرین البته تمرین سختی نیستن، اما خب به شما کمک میکنه که حالا خودتون یه محک بزنید که حالا من مثلا میگم قسمتاتون ساده هستن، شما تو محاسبات اشتباه نکنید. یعنی یک جاگذاری ساده است و میتونید راحت رابطه رو به دست بیارید. فقط یکم دقت کنید که محاسباتی که انجام میدید، جمع‌های جبری که انجام میدید، منفی و مثبت اشتباه نکنید، جواب آخرتون درست در بیاد. من تمرینایی که میگم جلسه بعد همه حل میکنم. اما خب شما بهتر قبل از اینکه من حل کنم ببینید حالا چطور حل میشه که یه آمادگی پیدا کنید برای حل کردن سوالات پایان‌تر. خب تمرین این هست که گرمای ویژه لیتر 44 صدم جول بر گرم درجه سانتیگراده. اگر 50 جول گرما به یک نمونه 32.3 گرمی از لیتر در دمای 23.25 درجه سانتیگراد داده شود، دمای نهایی این نمونه چقدر؟ پس دمای چی میخواد؟ اون آخری رو میخواد که شما به دست بگیرید. خب بریم سراغ کالریمتر یا گرماسنج. ببینیم که کالریمتر یا گرماسنج چی هست. ببینید کالریمتر، حالا من بخونم از روش: دستگاه اندازه‌گیری تغییرات دمای مربوط به یک واکنش شیمیایی که به صورت عملی میتوان گرمای واکنش کیو رو محاسبه کرد. من کیو رو از طریق محاسباتی گفتم براتون. کیو برابر است با سی دلتا تتا یا کیو برابر است با ان سی دلتا تتا. درسته؟ خب اما آیا ممکنه کیو رو هم تو آزمایشگاه به دست بیاریم؟ یعنی مقدار گرمایی که یه واکنش آزاد میکنه یا میگیره که اون گرما رو حالا مشخص کنیم اون مقدار گرما به صورت عملی چقدر هست. شما برای این کار میتونید از کالریمتر گرماسنج استفاده کنید. از این گرماسنج‌هایی هستن تو آزمایشگاه ان شاءالله می‌بینید. اون گرماسنج‌ها استاندارد نیستن، این نیستن که من دارم توضیح میدم. این گرماسنج‌های خیلی ساده تو آزمایشگاه هستن که حالا بازم شما یه واکنشی رو اگه حد ریزیش سریع درش رو ببندید به شما نشون میده، تفاوت دما رو بهتون نشون میده و شما از این تفاوت دما و اون ماده‌ای که داشتید راحت میتونید چیزی رو به دست بیارید. اما خب اونا کاملا استاندارد نیستن، یعنی دقیقاً جواب کیویی که توی اونا به دست میارید دقیقاً برابر اون کیویی که توی کتابا هست نیست. این مقدار متفاوت هست. فقط برای اینکه شما یاد بگیرید چطور میتونید گرمای واکنش رو از طریق این کالریمتر به دست بیارید. اما نگاه کنید که الان من براتون گذاشتم توی کتاب مطالعات، این کاملا استاندارده. یعنی کالریمتری هست که معمولا جوابایی که به دست میاد همون جوابایی هستن که توی کتاب‌ها، یعنی از روی همین اون جدول حالا آزاد شدن گرما یا دلتا اچ ها رو نوشتن. خب من یه توضیح در این مورد بدم. این کالریمترها تنها مشکلشون اینه که شما نباید تبادل گرما داشته باشن با محیط، چون اگه تبادل گرما با محیط داشته باشن ما گرمایی که آزاد میشه از طریق یه واکنش رو به جزئیاتش نمیتونیم اندازه‌گیری کنیم. پس این جعبه‌ای که هست معمولا خیلی آیت میسازنش، آیت گرما که نتونه گرما رو به محیط بده و حالا سعی میکنن معمولا اینجوری باشه که نتونه گرما رو به محیط بده و مشکلی مثلا یه فلاش. درسته؟ این فلاش که شما دارید می‌بینید که حالا شما وقتی آب داغ رو می‌ریزید معمولا بدن این فلاش گرم آنچنانی نمیشه، بنابراین می‌بینید که داخلش یه لایه آیاتی رو به کار بردن که این تبادل گرما خیلی خیلی کمتر صورت بگیره. خب یه جعبه‌ای هست که معمولا آیات می‌سازن، یه مقدار مشخصی آب توش می‌ذارن. حتما باید جرم آب مشخص باشه اینجا، چون من وقتی می‌ذارم توی فرمول باید جرم آب رو داشته باشن که بتونن سی آب رو به دست بیارن. خب حالا بعداً در مورد محاسباتش کامل توضیح میدم خدمتتون. پس این آب باید یه جرم مشخصی داشته باشه و بعد من یه قسمت از اون رو دماسنج رو می‌ذارم که من دماسنج رو تغییرات دما رو بخونم. دماسنج رو همون اول میخونم، یعنی دمای اولیه رو پیدا میکنم، بعد که حالا سوختن تموم شد من دوباره دمای ثانویه رو میخونم که بتونم دلتا تتا به دست بیارم.
این رو هم همزن نیاز هست. همزن به این دلیل هست که ما باید این آب رو هم دما کنیم که اون تغییرات دمایی که می‌کنیم یکسان باشه. ممکنه یه جایی از این مثلا آب گرمتر باشه، یه جایی سردتر باشه، اون وقت تغییر دمایی که ما با دماسنج می‌کنیم دقیق نیست. از این همزن رو هم به این دلیل که هماهنگ کنه دمای آب رو به کار می‌برن. خب بعد این جعبه رو بهش میگن بمب گرماسنج. این جعبه خیلی مهم هست. این دیگه عایق نیست، این دقیقاً از جنسی میسازن که گرما رو مبادله کنه. چون شما این رو عایق میسازید و نمیخواید با محیط مبادله کنه، اما این باید گرما رو منتقل کنه به آب. این عایق نیست، دقت داشته باشید. ظرف نمونه رو میذارن اینجا. معمولا نمونه که اینجا استفاده میشه که میبینید درش بازه، معمولا نمونه جامد هست که میان و ازش حالا استفاده میکنن. واکنشی نمیخوان، مثلا ممکنه 2 تا نمونه بخوان رو هم دیگه بریزن، فرق نمیکنه. هر چند تا نمونه رو بخوام بریزن این کار انجام میدن. بعد یه سیم افروز ازش رد میکنن. این سیم اینجوری که مستقیم اومده اینجا چند تا دور خورده، میخواد که حالا تعداد سیم توی اون واکنش زیادتر باشه و بعد رفته بیرون. و من مجبورم سیم رو رد کنم، چون این سیستم کاملا پلم هست و نمیخواد تبادلی انجام بده. مثلا در صورتی که توی گرماسنج‌های آزمایش‌ها ما واکنش انجام میدیم بعد دربو می‌بندیم، خب همون زمانی که چند صدم ثانیه، چند ثانیه هم باشه که بخواید دربو ببندید، خب اون گرما ممکنه هدر بره. پس شما این سیم رو رد می‌کنن، اینو کامل کیپ می‌کنن. بعد زمانی که می‌خواید شروع کنید به واکنش، این هست این سیم رو یه مقدار گرم می‌کنن، بعد میاد اینجا همون گرما باعث انفجار میشه، خیلی کوچیک منظورم هست که شروع واکنش رو انجام بده. و این واکنش وقتی انجام شد گرما رو میده به جعبه خودش و جعبه هم منتقل میکنه به این آب و ما میتونیم دمای 32 رو هم بخونیم. فقط دقت کنید این جعبه که کامل پلم هست خودش رو گاز اکسیژن قرار میدن، چون میدونید که شما عنصر اصلی برای سوختن اکسیژن هست. اگه اکسیژن تمام بشه خب واکنش سوختن ناقص میمونه. پس اینو حتما پر اکسیژن میکنن و مقدار اکسیژن رو میسنجن که چه مقدار برای سوختن کامل مورد نیاز هست. و بعد این نکته هم دقت کنید که وزن نمونه است که من باید این وزن مشخصی باشه که بعداً که میخوان مشخص کنن حالا این وزن نمونه این مقدار گرما آزاد کرده، به عنوان مثال یک مول چقدر آزاد کرده، راحت بتونن تناسبی رو ببندن و مقدارش رو به دست بیارن. خب برای اندازه‌گیری گرمای حاصل از سوختن از بمب گرماسنج استفاده می‌کنم. حالا من سعی کردم همه رو توضیح بدم، اما خب توضیحات رو برای که شما اذیت نشید نمونه حالا بردارید، من اینجا براتون توضیحات خلاصه آوردم که اگه بخواید یادداشت بردارید دیگه مشکلی نداشته باشید. مراحل به کارگیری بمب گرماسنج به قرار گیرن. نمونه از ماده واکنش دهنده که به دقت توزیع شده را در بمب قرار می‌دهند و سپس با گاز اکسیژن تحت فشار پر می‌کنند. درست همون توضیحاتی که خودم دادم خدمت. بمب در مقدار معینی آب که در مخزن آلایش‌کاری شده قرار دارد فرو برده می‌شود. برای کباب کردن دمای آب با سایر بخش‌های دستگاه از یک همزن استفاده میشه. دمای آغازی دستگاه یا TVS یادداشت میشه. واکنش سوختن با گرم کردن یک سیم افروزه که در داخل بمب قرار داده شده آغاز می‌شود. پس درست همه این مواردی که من گفتم خدمتتون رو اینجا به صورت تیتروار آوردیم. گرمای حاصل از واکنش به وسیله گرماسنج و محتویات اون جذب میشه و دمای دستگاه بالا میرود. دمای پایانی یا T2 رو یادداشت میکنیم. گرماسنج و آب پیرامون آن گرما را جذب میکنند. بنابراین ظرفیت گرمای کل گرماسنج و محتویات آن یعنی سی کل به صورت زیر محاسبه میشه. پس اینو دقت کنید. حالا میخوام در مورد محاسبات توضیح بدیم. مثلا یه واکنش انجام شد، گرما رو هم داد، ما T1 و T2 رو هم به دست آوردیم. حالا چطور میتونم گرمای اون واکنش رو با محاسبات به دست بیارم؟ خب اینجا دقت کنید. میگه گرمایی که از یه واکنش، یه لحظه من برگردم به اون تصویری که نشون دادم خدمتتون. گرمایی که از این واکنش آزاد میشه نه تنها صرف گرم کردن آب میشه، بلکه صرف گرم کردن تمامی اجزای موجود در گرماسنج هم میشه. مثلا همین جعبه خودش گرم میشه، این مثلا همزن این دماسنج، اینا هم یه مقدار گرما رو به خودشون میگیرن. پس اگه من بخوام یا ظرفیت گرمایی این ماده رو محاسبه کنم، باید دقت داشته باشید که سی کل من میشه سی آب، همون مقدار وزن مشخصی از آب که توی اون گرماسنج بود، و سی کالری متر. سی کالری متر هم من باید داشته باشم، یعنی اجزای کالری متر هم گرما جذب میکنم. خب اینو از کجا میتونم تشخیص بدم؟ به دو روش هست که شما سی کالری متر رو مشخص کنید.
بعد مثلا ببینید خود اون کالریمتر حذف شده که مثلا ظرفیت گرمای این کالریمتر میخنده، یعنی این مقدار گرما رو میتونه روی جذب کنه. درسته؟ گاهی اوقات شما مجبور به اینکه تجربی به دست بیارید. درسته؟ یه مقدار دمای خاص بذارید، بعد از یه مدت ویدیو رو بخونید ببینید چه مقدار گرما جذب اون اجزا شده و حالا با محاسباتی به دست بیارید. ما ازتون نمیخوایم. ما معمولا اگه بخوایم حالا مسئله بدیم، حالا مسئله میدیم که خدمتتون حل می‌کنیم. سیر کالریمتر رو مستقیم بهتون میگیم که شما رو اذیت نکنید و شما سیر کل رو از سیر آب و سیر کالریمتر میتونید راحت به دست بیارید. خب این توضیحات اینجا هست دیگه. ظرفیت گرمای آب گرماسنج یعنی CH2 رو با استفاده از جرم آب به کار رفته و گرمای ویژه آب میتوان محاسبه کرد. درسته؟ یا سیر آب خیلی راحت به دست میاد. این سیر کوچیک. درسته؟ حالا به ظرفیت گرمای بقیه دستگاه یعنی سیر کالریمتر باید به صورت تجربی به دست بیاد. خب گرمای آزاد شده در واکنش کیو از ظرفیت گرمایی کل و افزایش دما محاسبه میشه. حالا اینجا سی توتال رو که به دست آوردید کیو رو به دست بیارید، سی کل رو بذارید، سی دو منهای سی کم بذارید، راحت اون گرمای محاسبه شده برای این واکنش به دست میاد. خب من یه مثال اینجا آوردم براتون. برای اندازه‌گیری گرمای سوختن گلوکوز که فرمولش همون 36H12O6 هست، از یک بمب گرماسنج استفاده شده. خب واکنشش هم کامل نوشتیم. نمونه‌ای از گلوکوز به وزن 3 گرم در بمب گرماسنج قرار داشته. اون وزن اون ماده 3 گرمه. یعنی گرمایی که الان شما به دست میارید گرمای لازم برای گرمای به دست اومده از سوختن 3 گرم از ماده بوده. بمب گرماسنج در یک ظرف آیس خالی شده که با 1.2 کیلوگرم آب پر شده است جای میگیرد. درسته؟ پس اون ظرفه 1.2 کیلوگرم آب توشه. دمای آغازین دستگاه 19 درجه سانتیگراده. در اثر واکنش دمای گرماسنج و محتویات آن به 25.5 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. ظرفیت گرمای این گرماسنج 2.21 کیلوژول در درجه سانتیگراده. پس ظرفیت گرمای گرماسنج خودش بهتون داده. وزن مولکولی گلوکوز 180 گرمای آزاد شده در اثر سوختن 1 مول گلوکوز رو محاسبه کنید. یعنی کیو رو میخواد اما نه کیو 3 گرم و کیو 1 مول رو میخواد. خب شما میایید با توجه به اطلاعاتی که داده ابتدا کیو رو برای 3 گرم محاسبه میکنید، بعد استیکیومتری میدونید رو برای 1 مول هم محاسبهش میکنید. من توی اسلاید بعدی کامل اینو حل کردم. سی آب رو گفتیم دیگه. سی آب یا ظرفیت گرمای آب میشه ام در سی کوچیک. درسته؟ خب گفتیم سی کوچیک آب یا ظرفیت گرمای ویژه هر ماده‌ای کاملا مشخصه، یه عدد ثابته. خب شما جرم آب رو خودش حدود 1.2 کیلوگرم. درسته؟ خب من به گرم تبدیلش کردم. ضرب در سی آب که 484 هستم. خب حالا به صورت خلاصه اگه بخواید بنویسید یا مختصر هست 417 ماشه. خب عددی که به دست بر حسب جول درجه سانتیگراده. خب چرا من به کیلوژول تبدیلش کردم؟ چون سی کالریمتری که بهتون داده بر حسب کیلوژوله. چون شما توی سی توتال میخواید این دو تا رو با هم جمع کنید حتما باید هم واحد باشن. درسته؟ پس شما این کاری میتونستید بکنید. شما از اول میتونستید این کیلوگرم رو به گرم تبدیل نکنید، چون وقتی کیلوگرم باشه برای شما کیلوژول به دست میاد. درسته؟ اما خب من چی میخواستم به شما دقیقا یاد بدم که این جول در درجه سانتیگراد برای سی به دست بیاد. حالا بعضی از مواقع ما لازم داریم به کیلوژول تبدیل کنیم، به این روش حل کردیم. پس شما خیلی راحت میتونستید همین کیلوگرم بذارید، از اینجا چی میشه؟ کیلوژول در درجه سانتیگراد. خب به هر حال اگر از جول به دست آورید مشکلی نیست، اون رو به کیلوژول تبدیل میکنیم در درجه سانتیگراد. سی کالریمتر هم خودش بهتون داده 2-21. پس برای ایجاد سی توتال این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم. خب سی کل من به دست اومد. گفتیم که اگه بخوایم گرما رو به دست بیاریم میشه سی کل سی دوی منهای سی. خب توی رابطه میذاریم برای من کیو به دست میاد 47 کیلوژول. خب 47 کیلوژول اینجا نوشتن این مقدار انرژی لازم برای 3 گرم گلوکوزه. یعنی که 3 گرم گلوکوز اومده سوخته این قدر انرژی برای من آزاد کرده. حالا میخوایم ببینیم اگه 1 مول باشه چقدر. خب رو خیلی راحت میتونیم از استیکیومتری استفاده کنیم. کیلوژول رو میخوایم برای 1 مول. خب 1 مول من 180 گرم هست دیگه. درسته؟ پس همین راحت میتونم از اول از 180 گرم شروع کنم. وقتی از 180 گرم شروع کنم انگار که از 1 مول شروع کردم، فرقی نمیکنه. البته شما میتونید بنویسید 1 مول 180 گرم بعد شروع کنید، فرقی نداره.
خب 180 گرم در دسته گرمش 47 کیلوجول آزاد میکنه. پس جواب نهایی من که 2-82 ضرب در 10⁻³ کیلوجول که برای آزاد کردن گرمای یه مول از این گلوکوزی که بسوزه. خب یه تمرینم توی این قسمت دادم خدمتتون. سعی کنید حل کنید که چرا توی جلسه آینده من این تمرینایی که دادم رو اول حل میکنم بعد ادامه بحث رو میگم خدمتتون. خب این تمرینی که دادم این هست که از سوختن یک مول گلوکوز 36.12 2-82 ضرب در 10⁻³ کیلوجول گرما آزاد میشود. اگر 1.25 گرم گلوکوز در گرماسنجی حاوی 95 کیلوگرم آب سوزانده شود و دمای این مجموعه از 20 درجه سانتیگراد به 23.25 درجه سانتیگراد برسد، ظرفیت گرمای این گرماسنج چقدر است؟ یعنی همه موارد رو به شما داده و ظرفیت گرمای گرماسنج که همون 30 کالری متر هست رو میخواد شما به دست بیارید. خب برای تا اینجا کافی هست. برای این جلسه‌تون انشاءالله جلسه آینده اول تمرین‌ها رو حل می‌کنم و بعد هم انشاءالله ادامه مبحث فصل 5 رو میگم خدمتتون. موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدار.